گفتن که ما صلح نامه یعنی صلح میکنیم، عهد و پیمان صلح میکنیم. صلح کردن البته شما با وقتی که نصیب باشه گشته رفتیم خانه ها تاجیکستان رفتیم، شما ای کتاب وقتو گفته این صلح حدیبیه را تاریخش بخونید. یا سبب همین آوردن ما همینجا شما را همین که یک گوشه معرفت اسلامی ما چی شود؟ گشوده شود، معرفت ما زیاده شود. ولی ما بسیاریامون نمیدونیم که حدیبیه چی است، صلح حدیبیه چی است. زیر درختی همون میوه‌دار در زیر درخت چی کار شد، چی عهد و پیمان شد. حالا که این درخت در سوره فتح خداوند صفت این درخت لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجره. خداوند میگه که من الله سبحانه و تعالی از همین تمامی 1500 نفر صحابه خداوند میگه چی؟ من راضیم، میگه من راضیم از اینها. میگه که اینها با پیغمبر خدا چی کردن؟ عهد و پیمان کردن. اینها ظاهرا با پیغمبر خدا عهد کردن، لیکن در حقیقت با کی عهد کرده بودن؟ با الله سبحانه و تعالی. میگه خداوند اینها رو وصف میکنه. بعد دیگر در اینجا وقتی که صحابه آمدن بسیار شما فکر او وقت خیلی راه ده آب و چیا نبود، بسیار مردم تشنه شده بود، مشکشون خالی شده بود. انا همینجا کجای ده؟ در همین موضع اون طرف ده پایانتر ده یک چاه است، اون طرف ده یک چاه است. همون چاه آبش بسیار کم موندگی بود، در تگش کم که 1500 نفر ده چی؟ نمیرسید. مردم رفتن دیدن گفتن پیغمبر خدا آب کمک نمیرسه، چیکار کنیم؟ پیغمبر خدا در همینجا یک معجزه نشان داده است. ای تیردانش یک تیر گرفت پیغمبر خدا، گفت که همین تیره با تیرای پیشتره، گفت همین تیره در چا پرتوید، تیره در چا پرتوفتن به قدرت خداوند آب جوش داد بالا. همین 1500 نفر آب خورد و آب گرفت، راز چی شده؟ قناعتمند شده چی؟ یعنی از چا برگشتن. این یکی از معجزه هایی که در همینجا شدگی است. دیگر صلح وقتی که صلح کردن بین پیغمبر خدا و بین ویا، همین صلح ده یک چی آمدگی است. گفتن اونها شرط موندن که کدام اگر از مکه مسلمان شده به مدینه رفت او رو شما بر میگردونید. اگر کدام ای مدینه نعوذ بالله مرتد شد و بچی آمد به مکه آمد، ما او رو بر نمیگردونیم. یعنی شرط های بسیار وزمین موندن. صحابه ها بسیار نوع شدن، برای صحابه وزمین بود، اما چی بود؟ یه حکم خدا بود. چی؟ پیغمبر خدا که این کرد یعنی رو امضا کرد، دیگه صحابه ها چیزی نگفتن. بعد دیگر شرط دیگرشون همین بود که شما این سال عمره نمیکنید، از همینجا گشته میروید، سال دیگه با میاد عمره میکنید. شما فکر کنید ای کجا آمدگیان؟ ای خود مدینه تو اینجا آمدن که عمره کنیم، کافرها مشرکا شرط موندن که چی نمیکنید؟ عمره نمیکنید. پیغمبر خدا ایدم چی؟ امضا کردن. دیگر همه مردم همین 1500 نفر مردها بودن، زنها بودن، همه چی شدن بسیار، یعنی چی میگن، دل مانده شده، همین خیلی ناراحت شده شیشته بودن. بعد پیغمبر خدا گفت که اکو برای احرام بر آمدن قربانی را چی کردن در کار؟ ذبح کردن در کار. بعد چیکار کردن؟ اینها چیکار کردن؟ پیغمبر خدا گفت که ای مردم خیسته چی کنه؟ قربانیاتونه ذبح کنه تا که از احرام ببروید. برای قربانی را ذبح نکنید از احرام برآمدن نمیشه. مردم هیچ که از جاش نمیشه، یگان کس از جای خودش حرکت نمیکنه. بعد یکی از زنهای پیغمبر ما مادرای عزیز او داره مشورت داد، ولی در بین ما یک گپی میگه گپی زن نگید، این نادرست. گپی خوب، مشورت خوبش چی کن؟ بگیر، قبول کن. یکی از زنهای پیغمبر ما چی گفت؟ یا رسول الله گفت شما خسته با دست خودتون چی کنید؟ ذبح کنید تا مردم ببینن. و وقتی این گفت گفت پیغمبر خدا خستن با دست مبارک مثلا همون قربانی خشونه گوسفند خشونه چی کردن؟ ذبح کردن، قربانی کردن. وقتی که این چی را منظره را که مردم دید، بعد مردم همه چی یک گوره ایجا خست و قربانی هاشون چی کردن؟
یعنی ضبط کردن. اگر اولی کدام هایی که احرام پوشیدگیان و نیتی مثلا مادرها میتونن نیت کنن، همین مسجد در آمده 2 رکعت چی میخونیم؟ نماز احرام میخونیم. خب از جانبی اگر هر که از جانب خودش باشه خودش، اینجا که از جانب دیگران میکنه؟ مثلا از جانب پدرت باشه میگی که پروردگار من همین عمره را از جانب کی میکنم؟ پدرم میکنم یا از جانب مادرم میکنم. گفته همین وای کنی از جانبش، از براش نه، از برایش نه. برای که عمره طواف همه از برای کی است؟ الله سبحانه و تعالی است. طریقش فهمیدیم. روز با زیارت این موضع بسیار تبرک، قدم جوی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و قدم جوی یاران پیغمبر که یعنی 1500 نفر بودند، خصوصا علل خصوص در بینشان یکی از صحابه بسیار بزرگوار، دوست داشته پیغمبر، دوست داشته خداوند، حضرت عثمان رضی الله عنه که یعنی داماد پیغمبر است. 2 دختر پیغمبر در عقد پیغمبر خدا 2 دخترش به عثمان دادند. ما اینجا آمدیم دعا داریم پروردگار دعاهای ما را مستجاب بگردان. در این لحظه ها دعا میکنیم پروردگار این حاجی ها هر مراد و مقصد خیری که در دلشون دارن برآورده خیر بگردان. پروردگار اگر بیماری داشته باشن پروردگار از داروخانه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، همه بیماران شفای عاجل و پروردگار در سرزمین ما همیشه صلح و امنیت پروردگار پایدار بگردان. دعا کنیم که سردارای دولت مونه خصوصا پرزیدنت مونه پروردگار رو توفیق عملهای خیر نصیب بگردان، عدالت پروریش باز هم زیاده تر بگردان. پروردگار رو دعا کنیم که در خاندان هر کدام ما کش تبارا مونده، همسایه و همه قوم مونده، یار و دوستا مونده، نور ایمان خداوند منور بگرداند، نور اسلام منور بگرداند، نور قرآن منور بگرداند. خداوند همه ما و شما و فرزندا و نبیره و عبیره ها مونه بلبلان باغ قرآن بگرداند. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه و نور عرش محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. داخل مسجد میشه. اینجا موزه تاریخی اسلامی، جایی که جامعه کعبه در اینجا تاریخ کرده بشه. در حج فرضی، در حج عمره یا عمره حدیبیه نداره. فقط همین خلاص رو خود جواب بکنم. باب صدایت؟ نه چی رفته؟ تعمیر رفته. لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته. این شمشیر چه زنه؟ مرد چون میکنی تو کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم نوشته گه سوره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نوشته گه ایرا در وای افتگیان همون خونه خروده این 400 سال 400 این پیشترک نمیم بسیار همون این پیشترک بود در جوش نوشت همین چی کنگی شایده نه اینجا واردین موندن در جوش نو موندن یک مقام حضرتی به جای سنگی که در بروش چه اصلی مکه چه کرده اصلا در اون جای نه پیر همین این چون 400 ساله داشته اینا همین هم خونه خیلی تاریخی چون بله اینه اینجا بینه منه این مناروی مسجد پیش خیلی بینه که سوداگا
خود چی بینی بود دیگر من روی ماست او یه سیبی هودی دامولوی منورا وزیره نکردی ای صورت چی بو اینمی اینا داملو هزار سالی 1299 این وزی چنده هزار 1400 چه منبر این همون چی هست بله ولی چی پیشته نمیشه حجه دیگه اینجا نمیاد نه بابی بگو شدی حجه دیگه اینجا نمیاد سلام چی هست نزدیک بیاین بچه همین بای خونه نزدیک بیاین خونه خدو در گنگه خونه خدو در همین را مونده همین درماده درونی خونه روی خودم رنگ تراب این هم بیزور خب 200 سال چی 200 سال ای چی بی سال هشت سنگچای که مایدش چلی چهارمغزه فهمیدی؟ وقتی یک سنگ بوده گیا بعد چی؟ شیعه ها وقتی شیعه ها چی میشوند؟ حکومت ها میگیرن همین حجر الاسود رو دوزیده میبرن با جا میکنن که همین آدم ها باید نکنن شیعه هم دشمن کعبه دشمنی باید بعد چی؟ با گشته با یفته میورن که باید شکستی هشن هشت قطعه کردیم و همه میمونن در این چیده میریزن شاید هشت چیه؟ مایدش چینی چهارمغز این حلقه هایی که همجا ما را بکن این حلقه های تاریخی 200 ساله داشته چین همین مونند همین دولت سعودی رو تاریخش حلقه نه اینه باید تاکی نولی باید بسته اینه ما ولی باید پیش بیم باید أنا إيه خلفي داخلي شو ده يام تاريخ سات أي 700 زياد بوده نمی أي 700 زياد خوب این خلف تنیدش در دست یک اولادی از قریش که بزرگش اومدی در دستش یک وقت همین پادشاه عربستان باید میکنیم خلیفه ایران مثلا از سیاه بگیریم و خود بگیریم قدرتی الله سبحانه و تعالی میرن همین که میکنن و همو را میتیان همو میکنن ولی دام اول یعنی این وظیفه ها این آب دادن حاجی ها یعنی مثال چند حاجی ها باید در خدمت کرد چی برای خودشون یه شرف میدونستن یا اولاد همین آب دادنش کنه بگیرن یا اولاد طعام دادنش کسی نمیدونن بدون معمول وای میکنیم یعنی قریش چند قبیله داشت هر قبیلهش حاجی رو چی میکرد خدمت میکرد نماز خود و نستم میکنه منظره هم گفت که همون فرمان شد فلان چی بوده و آوردن شد و گفت که خلیفه در دست شد چه
که پیش او 80 بود نو پیغمبر خدا رو پیش ولی اگر مثلا ما یک بزنیم بگیریم هیچ وقت پیدا این درون خانه کعبه چند ستون داره این اینجا میاد درون خانه کعبه چند ستون داره یعنی حجر الاسود یعنی در یا داری دیگه پیش وقت خانه کعبه دو در داشت ولی بستگی هم داره ایس میدون آمدن آنسو بیبر آمدن پیغمبر خدا علیه السلام وقتی که بر آمدن خانه کعبه این که رفتن این درون خانه کعبه کدام طرف که بخونی چهار طرف چیه؟ چهار طرف قبله نمیجه ولی ما اگر چند یه مثال میریم ایاس طرف میخونیم مثلا این طرف نمیتونیم یا طرف خونی طرف کعبه میخونیم پیغمبر خدا در آمدن اینجا بعد چی؟ یه مهربان این طرف دیگه چی دیگه رو باشه بود مدینه حضرت چی هم؟ ابراهیم هم در طرف فهمیدی؟ چی میگفتن؟ دستگاهی بافندگی که همه چی ویرا میبافتن جامعه کعبه را چی میکرده؟ این قدیمش ده دستگاهی قدیمش این مدینه چیزایی سوال چی پیش شده از چی قرآنی که در زمان حضرت عثمان رضی الله عنه نوشته شد با دست نوشته قرآن اول نقطه نداره نگاه کنی حرفا چی نداره زیر زبر ایستادگی نقطه هم نداره این بعد برای چی نقطه موندن زیر زبر موندن بدتر بود برای که اسلام فتح چی پنج شد در دنیا مثال غیر عربو غلط نخونن و آسون شو گفته چی موندن نقطه موندن زیر زبر موندن که مثال آسونت بخونن مشک اوگیری های بسپر همین در بالا چی داشته دیگه بزنید در بالا چی؟ چوی زمزم داشته دیگه بزنید انا با سطح خیلی چی بگم یا؟ بابا ای چا میگریفته بیم فهمیدی نه؟ خب چوی زمزم خود ناسوس بوده ناسوس انگلیسی بوده یا صورت یه طرف وقتی که ما سال 1999 اومدیم این همه جده چی بود؟ کمونه خطی میدر اومدیم حیاتش مردکا میدر اومد حیاتش چی؟ زنکا میدر اومد انا که 15 سال پیش انا میدر اومدیم این همه خیلی یک چند زینه پایان میدر اومدیم اینجا میدر اومدیم یعنی فروشگاه و زنجیری موندگی این همه خیلی نمیدونم آو نوشیدگی میکنیم جز 186 یا 186 این آوازی با اومدگی بعد اومدگی این اینجا میدر اومده یک طرف زنکا اینجا بعد این همیشه یک چی موندگی یک تا شیشه درن شیشه ده یک تا ناسوس موندگی که ایچو اول جوی ایده چی میکنه او با ناسوس چند جگه این ناسوس عادی افتوی بگیرید ها قدیما آتیش چه اشاره گفته؟ افتم معاینه کنم سویا هیچ کمی ذاتی انا بعد این ساعت رو بعد کردیم این ساعت رو بعد چی میکنه بله شمال بزنید شما همینجا بشید
شكرا. اللهم اجعله اللهم اجعله حجا حجا مبرورا مبرورا وسعيا وسعيا مشكورا مشكورا وذنبا وذنبا مغفورا مغفورا وعملا وعملا صالحا صالحا مقبولا مقبولا وتجارة وتجارة لن تبور لن تبور يا عالما يا علم ما في الصدور ما في الصدور أخرجني أخرجني يا الله يا الله من الظلمات من الظلمات إلى النور إلى النور پروردگارا پروردگارا حج ما را حج ما را پسندیده بگردان پسندیده بگردان پروردگارا پروردگارا سعی صفا مروه ما را سعی صفا مروه ما را و قبول شده بگردان قبول شده بگردان پروردگارا گناههای ما را بخشیده بگردان گناههای ما را بخشیده بگردان پروردگارا پروردگارا عملهای ما را عملهای ما را صالح بگردان صالح بگردان یا عمره ما را مقبوله بگردان پروردگارا گناههای ما را بخشیده بگردان پروردگارا سعی ما را مشکور بگردان دعاهای ما را بسنجیده بگردان یا رب العالمین صلی الله تعالی علی سیدنا محمد و آله و باشه وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا وبلغ তুমি ছোট মানুষ, তোমার আর লাগবে না।
بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون إنا فتحنا پیشوا نصر من الله أسقفا خودی نبی مصطفى سالم برا و غانم بیا فالله خیر حافظا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله امانتا عند الله خدایا خداوند احد و صمد و بنده نوازا ما بندگانت را در حفظ حمایت خودت نگهبان باش سوق و سلامت و منزل و مکانهایمان برسان و جمیع مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات را که در حال سفر کردن باشند در حفظ حمایت خودت نگهبان باش و صلی الله تعالی علی خیر خلقی و نور عرش محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. توقف. Onu vereyim ben de bir koş kendi size kovmak işte. Anında kovmak işte. یک تکبیر تحریما بهتر و بالاتر و با ارزشتر است از دنیا و آنچه در دنیا شاید به حال شما این فضیلت ها را خداوند در این سفر یعنی نصیب کرد. خداوند تبارک و تعالی را باید بسیار بسیار شکر کنیم. بعد از خیلی بودی بامداد شدم بعد از رسیدن در خانه باید که روزه شب و روز باید شکرانه این 2 هفته این 15 روزی که در این حرمین شریفین بودیم این فضیل این نعمت باید و این 15 روزی که ما در حرمین شریفین بودیم باید ما چنین حساب کنیم که بهترین روزهای حیات ما در اینجا گذشت. لازم تکمیل ايوه حتى لا انا مصر ما كان عندي حتى انا اطفال حجاز. الحمد لله الجماعة كويس كويسين الحمد لله. Allah karim. این ما به دوبای رسیدیم از ایرپورت جیده به دوبای اومدیم. یا اکا بگه Acaba yani Siyonka bozarlar. Çıkar mı? Kama şöyle o şimdi
Sadece bu sırada girince, sırada ona girin sadece bu ay Dubai. Bu Dubai bu olmadı. Amca her vakti onu yapıyor. Onu başka böyle bir uçuyor bak. Sir.